بسیار بسیار افسوس خوردم. من گفتم کاش که در پیش اینطور یک نعوذ بالله بدبخت و فاسق میرفتن. همین قماندانا نعوذ بالله زنایشان بیابرو میسازه، ملکشان میگیره، اولادشان میکشه. یک روز قوم در مقابلش جمع نشده که برش گفته باشه که اینمی که همی قدر ظلم میکنه. خب بچه مقتش بادیگارد است، بچه از او قتش بادیگارد است، بچه از او قتش بادیگارد است. همی قش مشوره بکنه که اینی قماندان دیگه بادیگاردش اعلام کنه که یک نفر تنها باقی بمانه بازو ظلم کنه سری مردم. اینی مردم بچهای خود در خدمت امو شیطانا، امو طاغوتا، امو ظالما گماشته و او را میبینه. باز خودشان در مسجد میشینه والا خیلی ظلم کرد، خیرت از ظلم. زنی نکاحی را اون نکاح قطع از او داشتی، قماندان نکاح کرده، بچه را نکاح کرده. تا این اندازه را گپا شد در افغانستان فعلا هم میشه، همی گپا میشه. این همی ریش سفیدا، این همی صوفی که خود میگیره که داد در از نماز میزنه، بچه خود قطعش چی کرده؟ بادیگارد کرده. پیشش یک روزم نرفته که قماندان صاحب تو در اینجا که کلان ماستی، ما برید اجازه نمیدیم که توی غصب و ظلم و این قدر گپا را بکنی، علنا مخالفت قرآن و حدیث بکنی. یک روزم جمع نشده، اما برای ترجمه قرآن جمع شده. میگه ترجمه قرآن را بند کن. امسال رمضان پارسال رمضان 15 نفر از قلعه کاشف رشته فدای کلان آمده بود. میگه ترجمه تا بند کن. در وقت لاسپیکرهای ما خیلی فعال بود، سوره انعام بود و من دیگه یک گپ میزدم. وقتی که دیدن که زنایشان چی شد، به اصطلاح خودشان وابی شد، گپا را یاد گرفت، آمدن. خب گوشتانه بگیری، این مطالبات است. از ما چی مطالبه؟ مرا چی میگه؟ که مولوی صاحب خوب آدم هستی والله علمیتی تا ما تسلیم میکنیم، اما امیره بند کن. امیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مشرکین میگفت تو را خو ما تسلیم داریم، صادق هستی، امین هستی، نوری چشم ماستی، خو امی کتاب دور کن. لا اقل اگر این کتاب دور نمیکنی یک ترمیم کشه. کدام ترمیم کن؟ امی لا تو منات و عزاره عاجز نگو، همیارا بد نگو. آلی که میان چی میگن؟ مولوی صاحب خوب از ترجمه قرآن تام خیر است بند کو، خمی اولیا را نگو که چیز نمیتونه. شما خوب مردم هستی، خب همین استفاده براتون نمیگه؟ والا بسیار دلم میسوزه، خیلی زیاد دلم میسوزه. ایتر خوب باچه هستی، خوب نماز میخونی، در 5 وقت حاضر هستی تلاوت میکنی، ولی وای افسوس. همین یک رفلیتینی تبان امیر جور کو گم کو. اگر سنت هم باشه بگذارشه، اگر سنت هم باشه بگذارشه. ایگب برای مردم عادی معلوم میشه که اگر سنت هم باشه بگذارشه. خب گوشتانه بگیری. باز پیش مولوی صاحبام که بری، مولوی صاحبام میگه خیر است، فتنه پیدا میشه، پروا نداره، خیر است نکنیشه. خو این سنت است، پروا نداره، ترک کنیم. این سنت است، ترک کنیم. این سنت است، ترک کنیم. این سنت است، ترک کنیم. دین چی را میگه؟ ایره تو سنت میگی. آیا صحابی گاهی هم از پیغمبر سوال کرد که اینی عملت فرض است یا سنت، که میره تاکیدن بکنم میره نکنم؟ همینطور سوال کرده و فقط حرکات پیغمبر مشاهده میکرد، امو کار انجام میداد. و کسی که محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، یک عملش بگوی مرادف یا چیست مساوی با خونش است، یک سنتش. اگر کسی قدر و منزلت رسول الله را میدانه، قدر و منزلت رسول الله پیش در آخری سوره توبه بر ما ذکر شد که پیغمبر کدام شخصیت است. حریص علیکم، که کل حرصش به می خاطر است که شما رشد کنه، شما عزت پیدا کنه، شما ترقی کنه. این مردم هم میبینه، ترمیم هم میبینه، میگه ترمیم کن. امی گپ خیر است دیگه، گپایت خوب گپ هسته، امی گپ یک کمی ترمیم کن. پیرا را چیزی نگو، اولیا را عاجز معرفی نکو. خلاص قرآن 1400 سال پیش اینمی گپا بود به پیش پیغمبر علیه السلام، امروز به پیش ما و شما موجود است. مردم پیشنهاد میکنه، این پیشنهادها موجود است، ترمیم کن. گپایت خوب گپ است، خوینی گپ نزن. پیغمبر علیه السلام جواب میگه الله متعال از طرفش قل بگوی پیغمبر علیه السلام، قل بگوی پیغمبر علیه السلام ما یکون لی ان ابدله، نیست برای ما که ما تغییر بیارم تبدیل کنم این کتاب من تلقای نفسی، از طرف نفس خود. آلی دلایل پشتی سر برش میگه
ما مجبور شده ایم، الله مرا مقرر کرده، وظیفه داده، نمیتونم از طرف خودی را تغییر بدم. پس هرگاه که امکان نباشه که کتاب تغییر بدم و نه ترمیم بکنم، این اتبع الا ما یوحی الی، ما تابعداری نمیکنم مگر از آن چیزی که وحی کرده شده. سخنای ساختگی شکمم نیست، برای ما وحی کرده شده. از اینجا برای ما معلوم میشه که دلیل وحی است، دین وحی است. اینی اخاف ان عصیت ربی، من میترسم اگر نافرمانی الله را بکنم در تغییر و تبدیل. از چی میترسم؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب روزی بزرگ. عالی دلایل برش پیش میکنه الله شما را خراب کنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لو شاء الله، اگر الله میخواست ما تلوته علیکم، اگر الله میخواست ما تلاوت نمیکردم قرآن کریم بالایتان، ولا ادراکم به، و نه الله شما را مطلع میساخت، خبر میداد شما را به این قرآن کریم، قراری می بود. لیکن فقد لبثت فیکم عمرا، یقینا در بین شما ما درنگ تیر کردم یک حصه بزرگ عمره، من قبلی پیش ازی میگفتم. اگر این کلام خودم می بود خود او وقت براتون میگفتم. افلا تعقلون، آیا از عقل کار نمیگیری؟ پس وقتی که من مامور از جانب الله متعال هستم، قرآن برای من روان کرده ایم، همینطورم روان نکرده که در نفس خود بگیرم تلاوتا بکنم شوخیزی بکنم. مرا میگه الله متعال قم فانذر و ربک فکبر، بخیز. پیغمبر علیه السلام او بخیزی طور نیست که بخیز این تو نشسته استی، بخیز اقدام کو، حرکت کو. این عقیده را به مردم بیان کو. اگر الله میخواست ایش شما را خبرم از قرآن نمیکرد. قرآن امتای سابقه واری یک چیستا آرام بودی از زمانه سابقه واری. خب عالم چی باید داشته باشه؟ چی باید بکنه؟ ما یک مدت عمر خلاف رفتار میکردیم، اما من پیشتر براتون گفتم که انگیزی ایمان وقتی در قلب داخل شوه، ایمان تو را آرام نمیگذاره. یکی از نشانه های صحت عقیده انسان، محکمی عقیده انسان، درستی عقیده انسان اینمیسته که تو را آرام نمیمانه. تو را آرام نمیمانه. میگه در حرکت باش، دعوت کو، خلاص دعوت کو، چرا که مسئولیتی تا ادا کنی. ما اون مولایی که میگه من سلفیستم اما یک روز به کسی دعوت نداده، ایمانش در شک است. این را بفهم. نقیح نشده، پاک نشده. اگر ایمانی از این قوی و نقیح می بود، این را آرام نمیگذاشت. این را آرام نمیگذاشت. ایمانی واقعی انسان آرام نمیگذاره. صحابه کرام غلاما می بودن، خب خبر بود که اینی بادارم است، مرا هر نوع شکنجه میتونن. آرام نشستن یا علنی کار میکردن؟ علنی کار میکردن. اونجا زده میشد، کوبیده میشد، اونجا حرکت میکردن، کاری خود انجام میدادن. چرا؟ حالی کس کی نمیترسه از تعذیب؟ کس کی نمیترسه از تعذیب؟ اما ایمانشان اجازه نمیداد. ایمان اجازه نمیداد که آرام باشه، حرکت بود. ایمان ما و شما اونمو وقت قوت داره، اونمو وقت نمایان است که ما و شما در حرکت باشیم. اگر در حرکت نباشیم یقینا ما ایمانی داریم، خلاص که محض همون در داده ایدمو کنجک دلت خیر و خلاص، همون کنج دلت روشن باشه خیر و خلاص. نه، قطعا طور نیست. ایمان آدم نمیگذاره. عقیده توحید اینمی طور است. والا هر جای که اینمی مردم برسه یک شور است، خود شور است. این مردم محض زندگی آرام نمیخواد که ما زندگی آرام تیر کنیم. میگه نه، زندگی ما نارام باشه. خب به خاطر خدمت کی؟ دین الله متعال. اینی نشانه حق بودن است. ان شاء الله الله قبول بکنه. پیغمبر علیه السلام برش میگه من 40 ساله در بین شما تیر کردم، براتون چیزی گفتم؟ چقدر امین بودم. خب برش میگفت که تو خیلی خوب آدم هستی، خیلی گپای تا بگذار. حالی شما را کلگی میگه خوب مردم است، چقدر خوب آدم هستی، والا خیلی نیک بچه هستی، تو خوب نماز میخوانی. همین طوری کارا را چرا میکنی؟ همین را بگذار. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. الله بعد از این چی میگه؟ من از جان خود نمیگم که پیشتر گفتم که او عالم خبیث است. نه از خباثت خیلی تیر کرده. چرا تیر کرده؟ قرآن میگه. قرآن میگه فمن اظلم، کیست خیلی ظالم؟ از این که دیگه ظالم کسی است؟ ممن افترى علی الله کذبا، که دروغ جور میکنه بالای الله، دروغ نعوذ بالله جور میکنه بالای الله دروغ، او کذب بیااتی، یا آیاتای الله را تکذیب میکنه، دلایلی که الله روان کرده با واسطه پیغمبر، تعلیمات پیغمبر را تکذیب کرده رو ایسته.
سری الله هم دروغ جور میکنه؟ سری الله دروغ جور نکردن؟ میگن موسی علیه السلام در کوه طور رفت، هارون علیه السلام باقی ماند، قوم دو شق شد، سامری را عبادت کرد. موسی علیه السلام که پس آمد ملامت کرد بیادری خدا، چرا پشت من آمدی؟ او گفت به خاطر از اینکه در قوم تفرقه پیدا نشوه، از او خاطر اون مردم سری شرک گذاشت. چی کرد؟ مردم در شرکش گذاشت خو لیکن تفرقه نخواست. این دروغ سری الله هست یا نه؟ دروغ سری الله است. قرآن میگه و عذر خدا پیش میکنه و کادو یقتلوننی. هارون علیه السلام میگه ای موسی علیه السلام ما زحمت و طاقت خدا خرج کردم، من نکردم که شرک نکنی، غلط گپ است. قریب بودن که مرا چی کنن؟ قتل کنن. این بدبخت علما چی میگه؟ تحریف قرآن، دروغ بالای قرآن. کتاب الله نیست؟ پس قرآن میگه که از یا کده ظالم کس دیگری نیست. در 6 مورد در قرآن کریم و من از لمو آمده، در 6 مورد نقطه مشترکش منع کردن از دین الله متعال است. منع کردن از چی است؟ که اگه آدم میره حقیقت پیدا میکنه و این مانع میشه. شما باور به الله بکنی این مردم مانع نمیشه؟ تو را نمیگه ها در ترجمه از یا نروی که گمراه میشی؟ همینطور نمیگه برات؟ چه میگه؟ حالی خوب مردم است، پس آن با زیر پلو مولی میبره. همینطور میگن؟ خب 12 دوره تفسیر ما کردیم در کابل، مولی چه وقت میبره؟ ما شاید زنده باقی نمانم این مولی را. کی عجیب است. کی است در رأس ازی؟ در رأس ازی اونمو مردم است. نعوذ بالله. چی میگه؟ هیا هوی در مردم چسبانده میباشه، نماز پشتی از یا نمیشه یا سری جراب مسح میکنه. فتوای غلط ببینی. این گپا دی نیست. این گپا یقین بر الله بکنید در کفر آدم میرسانه. سری جراب رسول الله مسح کرده، سری جراب مغیره ابن شعبه رضی الله عنه حدیثش است، 13 صحابه نقل است از او مسح شده. این مردم ها 3 طلاق 1 طلاق میشماره. این مردم بیخی از دایره اسلام برآمده. 3 طلاق 1 طلاق دانستن از دایره اسلام برآمدن است. رسول الله این کار کرده. نه خیر تو اعتراض انتقاد سری رسول الله داری؟ رفع الیدین دم به اسپا معرفی نمیکنه؟ ها؟ نعوذ بالله. شما را اسپا میگه و رفع الیدین تو دم به اسپا میگه. اینو خود سنجش کنی که گپ در کجا میرسه. یا مانعین دین الله متعال است. مردم نمیگذاره که حقیقت پیدا بکنه. الله میگه از اینکه ظالم دیگه کس است. خو یک الله قاعده مانده. ما خوش بینمیستم که کسی مقابله را کرده. قرآن وعده داده انه لا یفلح المجرمون. قانونی الله است، شان سخنی است، کامیاب نمیشه، در مقصد نمیرسه. کی؟ المجرمون، کسایی که مرتکب جرم میشه. اگر کامیاب شدی نمی ترجمه نشانه باش. امو آدم امو مردم سبب می خاطر میکشه که تو حقا نگفتی، همین گپا را برای ما نگفتی، برای همین قسم میشه ان شاء الله. خب کی میشه؟ که ما آرام ننشینیم، ما خدمت دین خدا بکنیم، ما پشت ما آرام. ولی من کرد از مسجد چیست؟ حالی دیگه نمیشه. نه تو مسجد نرو. یک جوانه کش کده بیار، دیگه جوانه کش کده بیار، دیگه جوانه 10 جوانه دمو مسجد پیدا کن. 10 جوانه پیدا کن که یک دفعه حقیقت بشنه، پس بره در گرد مولوی را بگیره که جواب بده که ایران بمانه لق استاد شوه. بعد از او برش بگه که دیگه جای دیگه نیست مولوی صاحب، حرکت کن. همین تو ما را من نمیکردی از این گپا و این حق بوده. خوی کار ضرورت به ما و شما داره که ما آرام ننشینیم، یقینا خدمت دین بکنیم. تا کی سنت رسول الله توهین شده بره در هر جای؟ ایره به مردم معرفی کنه این تفرقه است. سنت رسول الله را تفرقه معرفی میکنه. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم. الله میگه عبادت میکنن غیر از الله آن چیزی را لا یضرهم که ضرر بر از آن نمیرسانه اگر عبادتشان ترک کنه، نکنه عبادتشان. ولا ينفعهم، نفع برشان رسانده نمیتونه اگر سالا عبادتشان بکنه. و یقولون هؤلاء، یا میگوین از طرف خود بلا دلیل، هؤلاء نمی کسا شفعاؤنا عند الله، سفارشی ماست، ما را سفارش میکنه به نزد الله متعال. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اتنبئون الله، آیا شما خبر میدی به الله بما به آن چیزی که لا یعلم الله نمیدانشه فی السماوات در آسمان ها ولا فی الارض، نه در زمین. چیزی که در زمین آسمان نیست به الله شما خبر میدی. الله اگر باشه خب الله خبر داره، شما خبر میدی الله را. چرا که هر چیز در احاطه علم الله است. خود علم الله نیست که برای الله کسی سفارشی باشه، شما خبر میدی.
سبحانه و پاکیست برای الله از هر نوع اعتراض و مجبوریت و شفاعت قهری بزور کسی سفارش بکنه. و تعالی بلند است الله عما از آن چیزی را یشرکونه که یا شرک میکنن شریک الله میدانه. اینجا کسایی که در قلبش مرض است میرسن. یک تفسیر سعی میکردم این بتاست، مراد از این سنگاست. سنگ است. همین سنگ تو را قبول دارم، اما آیا همین کافر به می سنگ عقیده داشت که همین سنگ مرا نجات میده سفارش میکنه؟ او بدبخت ای که سنگ تعظیم میکرد، نظر میکرد، طواف میکرد، شکلش از شکل کسی دیگری جور کرده بود. مشرکین مکه شکل بتای خود به زعم خودشان به شکل ملائک ساخته بود که ملائک بنات الله است، نعوذ بالله. چی است؟ دخترای الله است. به الله خیلی محبوب است. وقتی ما احترام از یارا میکنیم چون که شکلی از از شکلی کیست؟ ملائک خوش میشه از ما. باز ملائک ما را سفارش میکنه به نزد کی؟ خب این بت پرستا که بتا را پرستش میکنه عقیده شان نیست که امی بت بر ما نفع میرسانه؟ نه، عقیده است که بت به شکل امو معبود ماست. مثلا بت پرستا بودا را چی میدانه؟ حاجت روای خود میدانه. چهره از او یا مجسمه از او مانده، تعظیم از او میکنه، میگه بودا خبر میشه که ما تعظیم چهرهش کردیم. باز مشکل ما را چی میکنه؟ که بیخی بتم بگیری، در حالی که آیت قرآن کریم اینجا چیست؟ این پشتی سر و اونجا پشتی سر مکالمه میه که این مراد از اونمو انسان هاست که معبود جور کرده. امی انسان ها را که یا معبود جور کرده، ضرر برشان رسانده میتونه؟ نفع برشان رسانده میتونه؟ چقدر دلایل قناعت بخش است. چرا که عبادت چیزی را میکنه که نه نفع رسانده میتونه نه ضرر. یک معبودی که برای تو نفع نرسانه و ضرر تو را دفع نکنه. یک معبودی که سند و دلیل نداشته باشه چطور پرستش شود؟ یا میگفتن که ما اینمی شفعای ماست. امروز مسلمانای ما همی گپا را میزنن نمیزنن و میگه ما خو از قبر طلب نمیکنیم، ما خو قبر پرستش نمیکنیم. چی میکنیم؟ یارا رویدار پیش میکنیم در پیش الله. بده سندی تا در قرآن گفته شده، در حدیث گفته شده که شما در پیش رویدارا بری به خاطری که دعایتان اونجا خوب قبول میشه یا مشکلتان اونجا رفع میشه. یک سند برای ما بکشید. از رسول الله صلی الله علیه وسلم کده بزرگترین شخصیت نیسته. صحابه کرام هم اینقدر مشکلات و تکلیفا را که صحابه دید ما در اسف شام در عشر شام نرسیدیم. و کدام روز در قبر پیغمبر رفته سفارش کرده در پیش الله متعال. خب اینجا عالی چطور پیدا میشه؟ اول خود توی را ثابت که کی ولی است یا نه. علم غیب داری کی ولی است؟ این به ایمان مرده یا بی ایمان مرده؟ این برای تو معلوم است. جنتی بودن و دوزخی بودن به کسی معلوم میشه؟ خیر چطور توی را حکم میکنی که بله ای تو یقین داری که پیش الله متعال روی داره، قابل اعتبار است و بعد از اون مرم روی داری کرده میتونه؟ امیر سند بده برام. سند داده میتونی یا نه؟ پدری که سند داد ولو که کل عمره بلعمی با عرام یک عالم بود. ابلیس لعین کل عمره قطی ملائک نماز خونده عبادت کرده مکمل اونمو قربه مو منزلتی که به ملائک بود به ابلیس هم بود، در مجلس از وا بود. اما با یک امر فرمان الله که برای سجده آدم علیه السلام میشه و یه با میکنه مکمل از همه تخت و بختش چی میشه؟ از بین میره. تو چی میفهمی؟ سند بکش. اینجا الله متعال همین دلیل نمیگه. امروز مردم ما چی میکنه؟ فقط برو نعوذ بالله شما قصدن برای تجربه بری یک جای کلی خره گور کنی، خودی خره بسته و بعد از یک بیرق سرش بمانی باز بری نامشان بابای فلانی بانی، خلاص بابا حمار بانی، هیچ که هیچ دروغ هم نبید. چرا بابا هست؟ دولکی بابا بگوی دیگه چی؟ نه دولکی بابا دیگه چیسته؟ لیوانه بابا و دیگه رقم بابا هاسته. بمان باز میبینی مرد دستی پیسه جمع کن. فقط یک خواهی دروغ هر کس که می آمد که اینجا یک کسی آمده بود این 3 روز میشه شل شد اینجا تا کدن شده بغلا که می آمد جور تیار شد. خلاص همین قدر دروغ بگو خلاص پیسه جمع کن. قرآن از قرآن مردم دور است، مردم بیچاره در بدر شده. و ما کان الناس الا امه واحده، نبود مردم مگر یک جماعت بود کلگی سری توحید الله قائم بود از آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام
فاختلفوا اختلاف کردن، شرک کردن، به نظرهای خود برای خود معبودات تعیین کردن، نعوذ بالله، تعلیمات انبیا علیهم السلام نادیده گرفتن. ولولا کلمه سبقت من ربک، اگر نمی بود فیصله الله متعال پیش تیر شده از طرف پروردگارت که عذاب مکمل در آخرت برشان داده میشه، در دنیا احتمال داره که الله عذاب بده یا نده، لقضی بینهم، خامخا فیصله کرده میشد در بینشان دمی دنیا، فی ما فیه، در آن چیزی که در او چیزی اختلافون این مردم ها اختلاف داشتن، الله روان میکرد عذاب همینجا مکمل فیصله میشد. لیکن الله متعال فیصله آخری و نهایی را به کجا گذاشته؟ با آخرت گذاشته. این دنیا را میدان اختیار برای از جا داده که چی میکنن. الله متعال دلایل خدا بیان کرده رویسته، پیغمبران روان میکنه، مردم دعوت میده که اینی دین است، اینی طور است، اینی طور است، حالی معلوم بشه که مردم کدام طرف میان. معلوم شد که حقیقت اختلاف در عقیده پیدا شد. الله متعال میگه قابل ای بود که همینجا فیصله میشد، کسایی که رای غلط پیموده بود بالکل از بین میرفت. لیکن نه، حکمت الله تقاضا را نداره. و یقولون، میگویند لولا انزل علیه آیه، چرا نازل کردن نمیشه بالای پیغمبر یک معجزه که ما فرمایش میکنیم؟ این معجزه فرمایشی میگن من ربی، از جانب پروردگارش. فقل، بگوی پیغمبر علیه السلام، انما الغیب لله، غیب یعنی علم پنهان برخاص است برای الله متعال. فانتظروا، شما انتظار باشه برای از اینکه چی با کدام سرنوشت مبتلا میشه. انی معکم، من همراه شما، من المنتظرین، انتظار کننده هستم. مقصد اصلی معجزه صداقت پیغمبر می باشه، که راستی پیغمبر ثابت شد که پیغمبر راست گفته. معجزه به خاطر از این نیست که هر کس مطالبه کنه که من این چیزا میخوام، تو پیغمبر همینطور کرده برو. او برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن معجزه است که هیچ کسی مقابله کرده نمیتونه. بس است. اگر منظوری تو طلب حق باشه، معجزه موجود است، صداقت پیغمبر ثابت شده، کل عالم از پیشش چیست؟ عاجز است، به مثل قرآن چیزی را آورده نمیتونه. حالی پیغمبر خو به خاطر نیست که هر کس سوال کنه که برای من اینی معجزه را بگو، اینی را بگو، اینی را بگو. پیغمبر نشسته نیست به این گپا. یک. دوم، فکر میکردن که پیغمبر اختیارمند است، مثل که آن عقیده مردم ما است که ولی گفتی کرامت بر ثابت است، بس دیگه اختیارات کل داره، کسی را اولاد میده، کسی مریض جور میکنه، هر چیز میکنه. اینطور نیست. معجزه کرامت در اختیاری کیست؟ الله. از همون خاطر کسی که لافه میزنه که من اینطور کرده میتونم، او حتما ساحر است، ولی نیست. کرامت در اختیار کسی نیست، حتی خبر نداره که آیا در دستم چیزی ظاهر میشه یا نمیشه. این گپا را کسی هم ادعا نمیتونه. الله متعال از انبیا علیهم السلام نفی میکنه این گپا، به این خاطر که ملت بفهمه که در کرامت هم این گپ است. پیغمبران معجزه در اختیارش نیست که هر کس هر چیز طلب بکنه پیغمبر بگویه و الله منظور کنه. نه، این طور کار نیست. معجزه در اختیار الله متعال است و او روان میکنه برای صداقت پیغمبر خود. خلاص. حالی هر معجزه فرمایشی از هر کس پذیرفته نمیشه. از او خاطر میگه فقل انما الغیب لله، بگو که غیب برای الله متعال است، یعنی که اینمی معجزه ظاهر شوه یا نشوه این کاری من نیست، من نمیدانم. معلوم شد که پیغمبر از معجزه آگاهی نداشت تا که الله متعال خبر برش نده، نمیفهمه، لاف نمیزنه، پس ولی از کرامت خود خبر نداره. پس کسی که پیش از او میگه که من اینطور میکنم، قطعا ولی نیست، او چیست؟ ساحر است، او مفسد است، به مردم گپاره، مردم میترسانه. فانتظروا، شما انتظار بکشه. ایمان نعوذ بالله ایمان نمیاره، دایی که قناعت نمیکنه، پس باشه که تا که همون معجزه فرمایشیتان بیا که آیا براتان فایده میرسانه یا نمیرسانه. اینی معکم من المنتظرین، من امرای شما از انتظار کننده هستم. من انتظار از این دارم که با کدام عاقبت و چیست سرنوشت خیلی شوم گرفتار میشه. چرا که شما این گپ براتان کافی نیست، حقانیت قرآن بس نیست براتان. و اذا اذقنا الناس رحمتا، وقتی که می چشانیم مردم رحمتا، من بعد ضراء، پس از اینکه تکلیف برش رسیده باشه، مستهم برای از این مردم، اذا لهم مکر، ناگهان به این مردم مکر، شرارت هاست، حیله بازی هاست، چیسته آلی دیگه سازش ها میکنن، نقشه ها طرح میکنن، فی آیاتنا، در رد آیات ما. الله متعال میگه باز تلاشی از یا به این خاطر است که یا شروع میکنن که نعوذ بالله در مقابل آیات ما یک چیزی بگوین.
تکلیف که سرشان میرسه. مراد از این که آیت های قرآن یک نوع نعوذ بالله معرفی کنه که مردم برش رجوع نکنه، نپذیره، تعامل دیش نکنه. اینی سازشا را میکنه. برای پیغمبر علیه السلام همین کارا را میکرد که میگفتن اون ساحر است. مردمای میمان هم که میآمد میگفتی ساحر است، پیش از این نروید که از دین آبا و اجدادتان چی میکنه شما را میگردانه. آنی همه میگه پاس وقتی که میچشان مردم رحمتا من بعد ضراء، پس از اینکه تکلیفا برشان رسیده بود عالم بدل میشه به حالت خوب، راحت و خوشحالی. باز بعد از این مردم بجای از اینکه شکر نعمت الله را بکشه و بفهمن که یقینا الله متعال سر ما احسان کرده، خدمت دین الله را بکنه، حالی تلاششان بیسته که آیت های ما را از بین ببره. حیله ها و سازش ها میکنه برای ابطال آیت های ما. قل الله اسرع مکرا، بگو الله خیلی جلد، یعنی خیلی بجلتی تدبیر کننده است. مکر در لغت عربی تدبیر خفیه را میگه که با خفیگی تو یک کار نقش اندازی میکنی. از او خاطر این خیرام میباشه شرام میباشه. مشرکین خو تدبیرای شر میکرد. چرا؟ و سازشایی را میکردن به خاطر ابطال دین و نعوذ بالله از بین بردن دین. لیکن الله متعال خیلی اینطور تدبیرای خفی را برای رد اینمی حرکات از یا الله جور میکنه که نیست. شما این کارا را میکنی الله نمیتونه. قل الله اسرع مکرا، بگو که الله خیلی جلد تدبیر کننده است، یعنی اینطور تدبیرای خفی را جور کنه که تمام سازشای شما را قطی خاک یکسان کنه. این رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقینا قاصدای ما که ملائک هستن نوشته میکنن، می نویسن آن چیزی را تمکرون که شما نقشه ها طرح میکنی، سازش ها میکنی، کلش الله توسط ملائک خود چی میکنه؟ ثبت میکنه. پس این حرکت های شما اینطور نیست که از الله پوشیده باشه بگوی که ما دین از بین برده میتونیم یا چی میکنیم. پس اینجاست که کسایی که نعوذ بالله در خفیه علنا نه، او طرف در تلاش عزیزه که ما چه قسم مقابله بکنیم، مقابله دین ای آیت ها را باطل اعلان کنیم، به مردم وانمود کنیم، کلی از زیر الله ثبت میکنه. امروز هم علما جمع میشه میگه ما چه قسم مقابله از زیر بکنیم. چی میگن؟ معرفی میکنیم که یا این چیز قبول نداره، یا مجسمه هستن، الله را سر عرش قایر است، یا پنجم خواره نکاح میکنه، یا اینی طور گپای غلط تو دروغ در مردم شایع کرده رایستن. الله متعالی کلی سازشا را نوشته میکنه. اینطور نمیمانه. تو برای چی تصمیم گرفتی؟ چی را از بین میبری؟ کدام چیزی غلط است یعنی که دین است، یا در مقابل دین الله اینی تصمیم گیری داره. شما ببینید یک کتاب علیه یهود نوشته نمیشه، نصارا نوشته نمیشه، در مقابل کی نوشته میشه؟ بگوید در مقابل سنت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هو الذی یسیرکم، الله ذاتی است که شما را روان میکنه، یعنی میگردانه فی البر، در خشک و البحر، در بحر. راه های گشت و گذار الله براتان مهیا ساخته. در خشکم که میری هر طرف الله یک راه را جور کرده که در اونجا سیر و سفر میکنی. در بحر هم به واسطه کشتی که الله متعالی اسباب و وسایل حمل و نقل براتان تیار کرده. حتی اذا کنتم فی الفلک، تایی که شما در کشتی سوار میشه، و جرین بهم، و روان میشه کشتی بالای همی سواریای خود، کسایی که سوار هستن، بریح طیبت، به یک بادی که خیلی در میانه باشه، گوارا و نرم باشه. و فریحو بها، از رفتار اینمی کشتی خیلی زار خوشحالی میکنن سواریایش. جاءت ها ریح، میایه برشان یک باد، عاصف سخت، بادی تیز. و جاءهم الموج، و بیایه بالای اینمی مردم الموج، چپه های دریا. چرا که باد تیز شود در بحر چپه میزنه. من کل مکان، نظر طرف. و ظنوا، گمان کنن، اینجا مانا یقین است، یقین کنن انها محیط بهم، که یا خود گرفتار شدن، آلی رای نجات نداره. و ظنوا انها محیط بهم، یقین کنن که یا گرفتار شدن از هر طرف، آلی رای نجات نداره. اینجاست که دست انسان از هر طرف کنده شود، غیر از الله متعال دیگه کس باقی نمیمانه. دعوا الله مخلصین له الدین، آواز میده تمامیشان در حالی که دین مکمل. مراد از دین اینجا دعاست، دعای خود مکمل خالص به یک الله کرده می باشه. باباها اولیا کلگی از یادشان فراموش میشه. لئن انجیتنا، وعدم میده، یا در زبان میگه یا حالشان همیطور میگه. من هذه، اگر الله تمہارا نجات دادی از این تکلیف و مصیبت، لنکونن من الشاکرین، خامخا ما بسیار موحد میشیم، اظهار سپاسگزاری نعمتهای تو را خامخا میکنیم. نه
اونجا که گیر آمدن همه چیز فراموش است. فلما جاءهم اذا، پس هرگاه که نجات داد یار الله متعال، اذا هم یبغون، ناگهان یا طلب میکنه فی الارض، در روی زمین، در مختلف سای زمین، بغیر الحق، بنا حق، یعنی یا نعوذ بالله امو گپا وعده هایی که کرده بود یا حالتشان تقاضای از این داشت که غیر از الله دیگه کسی عبادت نکنه، هم از ناحیه الله بدانه. اینجا که بیا باز میبینی که دیگه طرف هسته، گوسفند گرفت روان کرده، کجا میری؟ ولا چی شهدای صالحین میرو، خیرت است. ولا بسیار یک از مصیبت نجات پیدا کرده. چی میکنی اونجا؟ امیرت بنام از وا صدقه کنیم اونجا، این گوسفند در فلان جای ببریم، دیگه پاره میزنه. نجات الله داده و نسبتش به دیگه میکنه. اولاد کی میده؟ خلیکین مردم باز میره میگه نه یه ما را نجات داده فلانی، اولاد داده فلانی. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ای مردم یقینا ظلم شما، بغی تجاوز میگه، اشاره میکنه الله متعال که بزرگترین تجاوز این میسته که از حدود الله، از عبادت الله آدم میبره، عبادت برای دیگران میکنه، دیگران را مشکل کشا حاجت روا میدانه، متصرف و چیسته صاحب علم میدانه، قدرت میدانه. الله میگه اینمی تجاوزتان علی انفسکم، تاوانش بالای نفسای خودتان است که الله نجات داده بدور اعلام میکنه، میره به دیگرالی. متاع الحیات الدنیا، فایده بگیری یک چیز منفعت زندگی دنیا را برای الله. خو معلوم است که شما اینی طور کاری غلط کردی، باید شما را هلاک میکرد. نه هلاک نمیکنه تانه. ثم الینا مرجعکم، شما در دنیا الله متعال یک چیزی وقت براتون موقع میده که شما از استفاده بکنی، لیکن آخر انجامتان، آخری خطتان طرف الله متعال است. ثم الینا مرجعکم، الله میفرمه بعد از او به سوی ما بازگشت شماست. فننبئکم بما کنتم تعملون، خبر میدم به آن چیزی که شما عمل میکرده، کار و کردار شما را الله میفرمه مکمل براتون خبر. چطور بود؟ در اونجا خب به من آواز میدادی، بعد از او کجا شدمو؟ مرا باز شناختی یا نشناختی؟ انسان عاجز همیشه امیتور است. یقینا انسان وقتی که در مشکلات زیاد گیر میه از همه چیز دستش کنده میشه، هیچ کس باز یادش نمیه غیر از الله متعال. اینی را توحید فطری میگه. توحید فطری زمان نعوذ بالله توسط گناه ها و خواهشات و شیطان و این گپا سریونمو روشنی توحید فطری پرده انداخته می باشه. زمانی که دینی طور مشکلات آدم گیر میشه، اما نور پس چی میشه؟ روشن میشه. اما با مجردی که پس اما مشکل حل شوه، باز دیگه چیسته؟ زور امام زړی تراوی میشه. انسانی طور نباشه، چرا که الله متعال در زندگی انسان کدام تحولات را که میاره برای عزیزته که تو یک نوع بیدار شوی. بیداری تو به نمیسته که تو وقتی اینطور حالت سرت میاد باید درک بکنی که یقینا نجات دهنده واقعی کیست؟ الله متعال. چرا اونجا هیچ کسی هم نبود، هیچ کس اسباب وسایل نبود که تو نجات پیدا میکردی. ما قصه را براتون کرده بودم، پیلوتی چی تیاره در جنگ جهانی که تیارش سقوط کرده بود، آخر گفت که من همه چیز فراموش کردم، اما قلبم متکی به این بود که یک چیزی، یک قدرتی هست که مرا نجات میده، با وصفی که از همه وسایل ظاهری مایوس شده بودم. زمانی که نجات پیدا کردم در صدد ازی شدم که من باید اینمی چی را پیدا بکنم که همی کیست که انسان نجات میده. بعد از مطالعه برای من معلوم شد که الله هست که همه نظام در اختیار قدرت از اوسته. پس اینجا مردم هم میبینی در این طور موقع الله متعالی را برش برابر میکنه، باز میگیره میرا را چی میکنه؟ خودش خوپلک میکنه که راه گم شود، باز در راههای دیگر روان است. الله رحم بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.